ولقد فتنا سلیمان، ما امتحان کردیم سلیمان علیه السلام، در آزمون خود قرار دادیم. والقینا علی کرسی، ما انداختیم بالای تختش جسدن یک کالبد، یک کالبدی طفله. ثم انا بعد از رجوع کرد سلیمان علیه السلام طرفی ما، قال رب اغفر لی، گفته پروردگار بخشش کو برم، و هب لی نصیب بکو، بخشش بکو برم، عطا کو برم ملکن پادشاهی را، لا ینبغی لاحد، که لایق نباشه برای هیچ کسی، من بعدی پس از ما، انک انت الوهاب، یقینا نمی تو بخشش کننده هستی. واقعا اینی را میگه، طریقی دعا را قرآن بر ما یاد میده. وسیله کی را گرفته سلیمان علیه السلام؟ انک انت الوهاب، واقعا بخشش کننده توستی، غیر از الله دیگه کس بخشش کردن نمیتونه. اولاد از کی میخواه؟ از الله. پادشاهی را از کی میخواه؟ از الله. ما تو چرا نمیخوایم؟ همه مشکل خدا چرا از الله نمیخوایم؟ دعا را خود قرآن از انبیاء علیهم السلام یاد میگیریم. خب چی گپ بوده؟ سلیمان علیه السلام 100 زن داشت. قسم خورد که ما امیم شو سری کلی خانمای خود میگردم، هم بستر میشم تا که مجاهدین پیدا شود برای جهاد. انشالله نگفت. چی نگفت؟ پیغمبر است، لیکن همینجا قدر توجه نکرده که یک کلمه انشالله را بگوید. در انجام امر فقط از 100 خانمی خود یک خانمیش حامله شد. دوام چی؟ ولد ناتمام که کالبد بود، امو آورده شد برش در تختش دیگه نه. سلیمان علیه السلام درک کرد که من چی خطایی کردم، انشالله را نگفتم، سری خود اعتماد کردم. الله اکبر، اینطور نباشه. امی دستی رب اغفر لی. انسان وقتی خطا میشه رجوع به سوی کی میکنه؟ یعنی معنای اواب است. فهمید نقص خدا پذیرفت که من اینی کار کرده بودم. ما و شما میپذیریم؟ قرآن کی داستانه را برای ما بیان میکنه، اموتور پیغمبر، اموتور محبوب الله، اموتور مقام و منزلت داره، لیکن عاجزی به کی میکنه؟ دعا را از کی طلب میکنه؟ از الله تبارک و تعالی. این خو مجاهد بود، میخواست اولادش مکمل مجاهدین تولد شوه و جهاد بکنه. این خو فسخرنا له الريح، بله معجزه را طلب کرد که به کسی دیگر چی لایق نباشه. از همون خاطر است که پیغمبر علیه السلام بیگاه گرفت، در نماز شیطان برش آمده بود، وسوسه کرده قریب که از نماز چی کنه، او را گرفت، محکم گرفت. وقتی صبح شد پیغمبر علیه السلام به صحابه میگه که بیگاه اینطور یک شیطان برم پیش شد و سلام نماز خراب میکرد، من محکم کردم شه. یک دفعه گفتم در دل که را بسته کنم که سبا در ستون، سبا اطفال مدینه قطعش چی کنه؟ بگه بازی کنه. خب لیکن دعای سلیمان علیه السلام در یادم آمد، چی کردم شه؟ رها کردم شه. چرا؟ او دعا کرده بود که اینطور معجزه را برای من الله بده که به دیگه کس لایق نباشه. از او خاطر الله تبارک و تعالی جنیات مسخر برای از او کرده بود. اگر من این کار میکردم باز خود چی میشد؟ بگه مثل سلیمان علیه السلام من چی میکردم؟ اونه تابع میکردم شه. تسخیر جن بالکل ثابت است، یکی از جانب الله می باشه و یکی الله تبارک و تعالی که با سلیمان علیه السلام پیغمبر علیه السلام تسخیر جن داده بودی از جانب الله بود، او گاهی توسط امر شیطانی می باشه. در جنیات که سجده بکنی نعوذ بالله، کارای غلط بکنی، قرآن نعوذ برات میگه قرآن در گندگی بنداز، سرش پیشاب کن نعوذ بالله، تعویذ سری خونی نجس نوشته کو، این کارا را بکن، در بت سجده بکن، بازو جنیات می تابع تو میشه. هر امری که برش فرمان میدی امو کار کرده رویسته، برو سری فلانی خدا بنداز، او را فشار بدی، او را دیوانه کو، امو طور میکنه. بازو را مجبور است پیش مولا میاری، بازو امو طور امو شویستای و جادوهای خدا نوشته میکنه و جن خدا دور میکنه. این کارا هست، اما این ناجایز است، نادرست است، چرا که این سحر است، این نعوذ بالله از دین برآمدن است. از همون خاطر اکثر جادوگرات دین نداره، حتما کفر آورده به اسلام نعوذ بالله. اگرچه در ظاهر خدا مولا معرفی میکنه، در حقیقت اینطور نیست. یا سجده به جنی کرده، یا جنی را عالم الغیب میدانه، یا متصرف میدانه، یا جنی را نعوذ بالله امر و فرمانش در مورد خلاف ورزی دین قبول کرده. از او خاطر جنیات قطعشان یک جا می باشه. یکی میگه قصیده خدا پخته کردیم، غلط میگه، دروغ میگه. قصیده مسیدا وجود نداره که پخته میشه و اینطور میشه، تا که امر خلاف شرع برای جنیات نکنی، جنیات بر تابع نمیشه. بله بعضی اوقات جنیات قطعی کسی اینطور میشه آیات قرآن بخوانی و او بیا خوب از این کارا را برات نمیکنه که تو را فرمان بدی اینی کار انجام بده، اینی کار انجام بده، این کارا را قد نمیکنه. خب
فسخرنا له رام تابع ساختیم برای سلیمان علیه السلام الریح باده تجری که روان بود به امره به فرمان او رخاء به نرمی یعنی همون قسم که اراده سلیمان علیه السلام بود حیث و اصاب هر جا که میخواست همون طرف روان می بود و شیاطین مسخر کرده بودیم جنیات کل بناین هر کدامش میمار و غواص چیست آب باز که در بحرا غوطه میزد از بحرا مرواریدا و گپارا میکشید و آخرین دیگه قسم جنیات مقررین که دست و پایشان بسته بود فلسفادی ده زنجیرا. شما خبر نداره بعضی بزرگا هم که خود ولی میگه و هم میتور میکنه دیوانا را بسته کده میباشه دمو مرکزیشان ده زنجیرا پیش داده. خبرداری نمایندگی چی را میکنه ها؟ یعنی ما سلیمان علیه السلام واره پاچایی داریم سیکو دیوانا را بسته کردیم اونجا. همونطور است در بعضی مرکزها که میری همینطور است یا نه؟ در بعضی قبرها و در بعضی این کلش غلط و نادرست است. این معجزه سلیمان علیه السلام بود. هذا عطاؤنا الله میگه بخششای ما بود. سلیمان علیه السلام به ذات خودی کمالا را نداشت. الله میگه ما مسخر کرده بودیم. قرآن درس داد براتان که معجزه ها در اختیار کیست؟ در اختیار پیغمبر نمی باشه. الله او را انتخاب میکنه و روان میکنه. فمنون بله الله برش فرمان داده بود فمنون احسان بکو او همسکیا بازدار بغیر حساب قطعی تو محاسبه نمیشه. الله اختیار کلی به سلیمان علیه السلام داده بود کدام جنه اعلام میکنه کدام جنه بسته میکنه. این کاری کی بود؟ سلیمان علیه السلام الله برش اختیار داده بود محاسبه نمیشد. و ان له یقینا برای سلیمان علیه السلام عندنا بنزد مال زلفا مقام و قرب است یعنی قربت و نزدیکی است و حسن مآب بهترین بازگشت و مرجع است یعنی هم نشینی بهتر است. واذکر عبدنا ایوب یاد کو پیغمبر علیه السلام بنده ما ایوب علیه السلام اذ نادى ربه در آن وقتی که آواز داد فریاد داد به پروردگار خود. ایوب علیه السلام انبیای سابقه مشهور پیش از این تیر شده. نمیگه الله به حق ابراهیم خلیل الله یا به حق داود علیه السلام یا به حق سلیمان علیه السلام میگه پارا نمیگه. ربه در آن وقتی که آواز به کی داده فریاد به یک پروردگار خود کرده. چی میگه؟ انی ما مسنیه بر من رسید شیطان و شیطان بنصب و عذاب شیطان رسانیده بر من بنصب به زحمت و عذاب به درد تکلیف برم پیدا کرده. درد خو الله آورده خو لیکن شیطان به درد به تکلیف بنده مؤمن بسیار خوش میشه از او خاطر نسبتش به شیطان کرده وگرنه درد آورنده کیست؟ الله تبارک و تعالی است. ارکض برجلک الله برش فرمود گفتیم برش که لغت بزن برجلک به پای خود زمینه هذا مغتسلون ای جای غسل کردن است باردون یکی خوب سرد است و شرابون او چی نوشیدن است مغتسل جای غسلم میگه مغتسل آبم میگه ای آب است باردون سرد و شرابون از برای نوشیدن است. الله تبارک و تعالی بعد از مدتی که امتحان قرار داد ایوب علیه السلام به یک نوع مریضی بعد از وقت دعا کرد الله تبارک و تعالی برش فرمان داد این زمین بزن. این زمین زدن به طریق معجزه بود که یا امی مرضا بریزه یا است که نه زمین بزن که آب بیا چشمه و بعد از او قطش غسل بکو تا که مرضا از بین بره. در اینجا بعضی روایت های واهی دیگر کتابا ذکر میکنه میگه داود علیه السلام به این طور مرض مبتلا شد که کرما در جانش بالا شد آنقدر نفرت آمیز بود که اولاد شیر هلاکت رفته نعوذ بالله در چیسته جای گندگی انداخت شه کس برش نزدیک نمیشد. الله تبارک و تعالی انبیاء علیهم السلام خدا مبتلا به امراض نفرت آمیز نمیکنه جزام برس یا کرم ای طور گپا هیچ وقت پیغمبر خدا چی نمیکنه؟ ذلیل نمیکنه. پیغمبر تکلیف میبینه بلا و مشقت میبینه خو لیکن ذلیل نمیشه. از او خاطر هر کس کی نسبت را به ایوب علیه السلام میکنه غلط است. این خلاف اونمو عقیده ماست که الله انبیاء علیهم السلام خود ذلیل نمیسازه واره عزت میده. بله تکلیف و مشقت سرش میاره اینجا مریضیش بوده لیکن امورم ندا به الله کرده دعا از الله طلب کرده و الله شفا داده. قرآن بر ما در اینجا درس میده که هرگاه تکلیف یا دچار مریضی و تکلیف میشیم به کی آواز بدیم؟ به الله از الله طلب بکنیم. خب ما گرد گشتانده رایستیم گاهی در جلال آباد میبره گاهی در گردیز گاهی در مزار میبره گاهی در اوپیان و گاهی در جای دیگه الکی اونجا فلان نه اونجا مریض جور میشه. از کجا جور میشه؟ چه قسم جور میشه؟ اونجا پرسان میکنه مریضی را اونجا نسخه میده اونجا دوا میده اونجا چی رقم؟ نه اولیاء والله است نازدانا است
نازداناست جور میکنه بلا اسباب اگر جور کنه خود کاری الله است. قطع الله شریک کدیشه. الله هم بلا اسباب جور میکنه و یا هم بلا اسباب جور میکنه. فرق بین الله و ازی چیست؟ نعوذ بالله. چقدر شرک است. مردم مبتلا سری یا نه؟ سری مردم واقعا دلسوزی به کار است. این مردم حتی میفهمونی که عقیده قرآن کدام است؟ حق الله بالای توست. حق الله کدام است؟ ایعبدوه ولا یشرکو به شیئا. عبادت الله را بکو، شرک با امر الله نکو. ما کلی عمر شرک کرده رایستیم. از تولد اولاد خود گرفته تا مریضی و جان کندن در شرک مبتلا می باشیم. گاهی در یک زیارت خیز میزنیم، گاهی در یک هندو خیز میزنیم، گاهی در یک ملای جادوگر خیز میزنیم، گاهی در پاچازاده و گلزاده و صاحبزاده خیز میزنیم تا آخر جان کندنی خدا. او آخر هم میگه ما مؤمن هستیم. عجیب مؤمن هستی. قرآن میگه این مؤمن شده نمیتونه، شرک است. او تو میگی مؤمن هستم. چطور بکنیم؟ انبیاء علیهم السلام دعا را از کی طلب کرده؟ مشکل سرش آمده، تکلیف، فقر، بیچارگی، مغلوبیت سرش آمده. خب دعا را از کی طلب کرده؟ الله طلب کرده. اینجا یک تعداد مزخرفین میخیزه، دلیل میگیره، میگه سایکو ایوب علیه السلام الله گفت که ارکض برجلک، بزن سری پای خود در زمین، یعنی رقص کو. نعوذ بالله. پیغمبر میگه الله گفته کی رقص کو؟ پایکوبی. این رقص پایکوبی است. این رقص مولانا است. رقصا را اجازت میدن. نعوذ بالله. این را دین معرفی میکنه. عبادت الله با دین میشه. مفهوم عبادت چیست برادرها؟ عبادت نهایت تذلل و عاجزی است، با کمال محبت، با کمال خوف و طمع. این عبادت میگه. رکن عبادت وقتی جور میشه که تذلل و عاجزی دیش باشه. در رقص تذلل و عاجزی هست؟ در ارمونه و در طبله تذلل و عاجزی هست؟ ای کدام منطق باشه، کدام عقل باشه که عبادت بگویه و این را موجب ثواب بدانه؟ مشکل خو اینجا است که این را موجب ثواب میدانی. تا آلی رمیالی هم در کابلیتان شوای جمعه شو تا صبح چی هسته؟ ارمونه چی؟ شروسته، طبله شروسته، مردم ها رقص کده رویسته. این را چی میگن؟ حلقه ذکر، حلقه عبادت. این را موجب ثواب میدانه. یکی از دوستا گفت، میر فخرالدین گفت تو آمده بود یک منطقه، من دیگر رفیقارم خبر نکردم، رفتم که تنهای ثواب ما بگیرم. گفت رفتم اونجا که شروع شد که زدن بود، کندن بود و اشعار خود کلش اشعار شرکی بود که چیزی میگفت که پرسان نکن. گفت نماز خفتن رفت. هلا 2 بجه شد یا 3 بجه شد. گفت نعوذ بالله سگ واری خو کردیم نماز صبحم رفت. 10 بجه بودی قدر گردن خود بلند گرفته بودم، پس می آمدم دمو مرکزی خود، فکر میکردم که کل ثواب دنیا را ما گرفتم. خبر نبودم که 2 نماز الله از پیش رفته. 2 نماز دیگه که کدام کفریات اونجا گفته شده بود او را خود چی گفت. وقتی در ترجمه قرآن چیشتم اونجا فهمیدم که ای بدبخت چی بدبختی ها را برای خود کش میکردی. نمیفهمیدی. امروز جوانای بزرگ ما، این ریشا، این مردمایی که خیلی متدین خود میگیره، در حلقه ها خود مانده کده روی میباشه. صبحکی که نه در مسجد دیده میشه نه نماز خیرت است. والا در حلقه بودیم بیخو شدیم. در حلقه بودی بیخو شدی نماز الله. عمر رضی الله عنه یک صحابی در نماز صبح نامده بود. پرسان که از والدش کجاست فلانی؟ گفت والا شو تا صبح نماز خوان باز خو رفته بود. گفت خاک ده او نمازی که او خوانده که نماز جماعت صبح از پیشش میره. او نمازها را میگه که خاک دهش باشه. او تو در رقصا نمازها را ترک کرده، نمازهای الله را جماعتها را ترک کرده رویستی، بازو را موجب ثواب میدانی. از این دلیل میگیره. میگه اینجا ایوب علیه السلام الله امر کرد که پای بزن، زنگارم بسته کده میباشه که شرنگش میکشه. اما تو رس یا نه؟ اینی مجلس های ما بود. اینی مجلس ها پر میباشه، همین مردم پر میباشه دایش او نشسته میباشه، لذت میبرن از میگه پا. نمیگه که ای عمر انسانی کدام طرف روان استی، تو تا کی در معصیت الله همی کارا را کرده رایستی. شاید که ساعت مرگت نزدیک شده باشه و بری به الله جواب بگوی که تو چی میکردی؟ یا عمر قیمتی تا با ارزشی تا در کجا تیر کردی؟ بسیار سخت است واقعا که با قرآن تعلقه نداشتی، نمیتون عمرت ضایع میشه. و ان الانسان لفی خسر در جمله از او داخل میشی که انسان مکمل در تاوان است. نعمتهای الله را استفاده میکنی اما عبادت الله را نکردی، هیچ یادت نمیاد. بسیار سخت است. و وهبنا له اهله، ما بخشیدیم برای ایوب علیه السلام اهلش وفات کرده بود، مکمل چیزی نمانده بود. چرا؟ امتحان الله بالای ایوب علیه السلام آورده بود.
و مثلهم به مثل اولادشان دیگه برشان دادیم معهم امرای اولاد رحمتا منا. این کدام کمال ذاتی ایوب علیه السلام نبود؟ رحمت از جانب کی بوده؟ الله تبارک و تعالی. الله میگه رحمت از جانب ما. و ذکر لاولی الالباب، نصیحت کامل است برای کسانی که صاحبان عقل است. اگر سرشان سختی در زندگیشان آمد مایوس نشوند، نگویند که من بغوزی الله هستم یا من دشمنی الله هستم. مثل که یک تعداد مردم همینطور میگه، شکایت از الله میکنه و الله چرا مرا اینطور کردی. برای کسی که اولاد نداده از الله شکایت داره، برای کسی که دختر داده بچه نداده از الله شکایت میکنه، برای کسی که فقر ناداری آمده از الله شکایت میکنه. اگر تکلیف مریضی سرش میگه الله چی میکنه، این دیگران را چرا اینطور نمیکنه. نه، این شکایت ها را نکنه، انتقاد سری الله نکنه. الله خب حکیم است او الله میدانه که خیری تو در کدام جا است، خیری تو در کدام جا است. اگر تو فرمان الله را، فیصله الله را به سر و چشم بپذیری، امی بری تو خیر است، امو مریضی برات خیر است، امو فقر برات خیر است، امو تکلیف برات خیر است. اعتراض نکو. قرآن برات میگه و ذکر لاولی الالباب، این نصیحت کامل برای اولو الالباب است. امی مریضی دائم باقی ماند؟ نه. ایوب علیه السلام صبر کرد، نه تنها که مال و اهلش برآورده شد بلکه مثلش برش الله داد. روز فرا میرسه که الله تو را خوب غنی کرده باشه، او فقر نمانده باشه، او مریضی نمانده باشه، او تکلیف نمانده باشه، الله برات خوب داده باشه، اعتراض نکو. چرا؟ قرآن برات میگه اینجا که و ذکر لاولی الالباب، صاحبان عقل از این نصیحت های بزرگ میگیره که الله تبارک و تعالی انبیای مقرب خدا مورد امتحان قرار داده، سختی را سرش آورده. من خو یک بنده عادی استم، باید سرم امتحان بیا، باید سرم سختی بیا. و خود بیدک دسن، بگی به دست خود دسن، دستی شاخه را، شاخچه ها را، فضرب بی، بزن به می دستی شاخچه ها، زن خدا، خانم خدا. ولا تحنس، یعنی تو قسم خور نکو خدا، یعنی که حانس شوی قسمی تا پورا نکنی. انا وجدناه صابرا، ما یافته بودیم داود علیه السلام صبر کننده. نعم العبد، بهترین بنده بود ایوب علیه السلام، چرا که در وقت تکلیف و مشقت خود ادنا شکایت به الله نکرده، به مخلوق نکرده. انه اواب، یقینا مکمل رجوع کننده به الله بود. اگر سختی آمد به الله رجوع کرده، اگر نعمت هم داده به الله رجوع کرده، در وقت نعمت شکر گزاری کرده، در وقت تکلیف بگه صبر و استقامت اختیار کرده. اینی را میگه اواب. در اینجا واقعی طور بود که چیستا شیطان آمد یک مرتبه به خانم ایوب علیه السلام، گفت ای آدم جور میشه، خب به دو شرط، دو گپی مرا بپذیر، یا بگو که ما جور کردم شه، امی قدر بگو که ما جور کردم، یا ایسته که یک بزغالگاه که به نام غیر الله شما چی کنی؟ نظر کنی. در او صورت یا آدم جور میشه. البته این گپ خانم ایوب علیه السلام نمیشناسه که شیطان است. به شکل یک انسان خیلی معمر، خیرخواه، دلسوز، این کالای سفید و ریشی دراز، اساچوب هم در چیش چپنی مواره، چپنی سفید در جانش باشه، از ما خوشیاست، از او سفید بوده نوزه. شیطان همیشه اینطور کارا را کرده رایسته. برش آمد ای گپ گفت. خانم ایوب علیه السلام عقیده هم نداره در ای گپ، او تعالی را عمل هم سرش نکرده، تنها یادآوری را در پیش کی کرد؟ ایوب علیه السلام. که یک شخص اینطور آمد اینطور گفت. ایوب علیه السلام غصه شد، قسم خورد که صد دوره میزنم تا. تو در خاندان نبوت تربیه یافته، بازم گپای شرکی گفته رایستی؟ تو همین قدر تمیز نمیتونی که او کیسته؟ او خو ابلیس است. و این گپ گفته در حالی که زن خانم ایوب علیه السلام گناهگار نیست، نه عقیده کرده نه عمل کرده، تنها یادآور از این سخن شده. چی شده بگوی؟ آلی اگر ایوب علیه السلام قسم خود تکمیل کنه خود ظلم میشه. این خانم بیچاره خود گناهگار نیست، تنها نقلی قول کرده. نقلی قول کفر نیست. یک آدم یک واقعه را یک جای میبینه میشنوه و برای کسی دیگه، خصوصا به کسی که عالم باشه، برای ازو میکنی که تا تو بگوی برات بصیرت حاصل شوه. از او خاطر الله تبارک و تعالی بندگان نیکی خود نمیخواه که هم گناهگار شوه، نمیخواه که گناهگار شوه. از او خاطر الله تبارک و تعالی مخرجی را برش کشید. مخرج میفهمی؟ یعنی در کدام معضله که گیر آمده، الله راه خلاصیش برش مقرر کرد. گفت شاخی را پیدا کنی که در او 100 دانه چی باشه؟ نوته شاخچه باشه، و یک دفعه زنی خدا بزن، قسم خورم نمیشی و چیسته اثری از ظلم نمیشه. چرا او خان بیچاره مظلوم بود،
کدام جنایتی خود انجام نداده که تو حالی 100 دوره او را بزنی. الله این مخرج با ایوب علیه السلام کشید. این را حیله گفته نمیتونیم. این مخرج است، یعنی راه خلاصی برای کی؟ بگوی برای ایوب علیه السلام. و این راه خلاصی برای عمل کردن حکم الله بود یا نه ترک کردن حکم الله؟ عمل کردن حکم الله که نام الله را یاد کرده، اولی نام الله اموتر معظم باقی بمانه، حانس نشوه، این را انجام داده. یکی حیله است. حیله اول خو علما بیخی قبول نداره. چرا حیله را بنی اسرائیل کرده؟ در کتابای فقه حنفی هم در مورد حیله صورتای مختلف ذکر کرده. یکی حیله برای عزیزتا که حق کسی را پایمال کنی، ظلم سرش بکنی، این مکمل نوشته کرده که حرام است. این قسم حیله. یک دوم قسم حیله برای اسقاطی یک واجب، یک امری که از طرف شریعت سری تو هست و تو را ساقط بکنی، برای ازی حیله کردن هم در کتابای احناف مکمل چیسته بگه حرام برش گفته شده. سوم قسم حیله ایست، حیله که تو بر یک امر مشروع واسطه میکنی یک شیء تا که او امر مشروع را در دست بیاری. این حیله را بنا بر شرطا جایز گفته.